کمیته اتوی فوق‌العاده تاجیکستان درباره بازی حادثه ناخوش هنگام چوکرچینی خبر داد. این دفعه یک نورس 13 ساله در دره رومیت به هلاکت رسیده است. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات کمیته اتوی فوق‌العاده روز 15 ماه سال 2024 یک ساکن 13 ساله دهه سوربوغ جماعت رومیت در کنار شهر وحدت با مقصد چوکرچینی به کوههای اطراف دیهشان رفته است. تقریبا ساعت 7 شام از بس که در پی بورشات دوامدار زمین کوه لغزونک بود، پای خری که این نورس سوار آن بود لغزیده است و نورس به دریای کوفرنیهان افتاده غرق شده است. نجات بخشان کمیته به جای حادثه آمدند ولی جستجوی جسد تا حال نتیجه نداده است و دوام دارد. کمیته اتوی فوق‌العاده می نویسند هرچند از ساکنان خواسته بودند تا در آب و هوای نامساعد به کوه نرفتن، متاسفانه نه همه به این توصیه و گوش می‌دهند. کمیته اتوی فوق‌العاده در پی مرگ نورس در امید بار دیگر از ساکنان و میهمانان جمهوری خواسته است که در روزهای پربارش و تا خشک شدن بستر خاک از رفتن به کوه‌ها برای چیندن ایزم، گیاها یا مایه‌داری خودداری کنند. به هشدارهای مقامات صلاحیت‌دار بی‌پروایی نشان ندهید، قاعده‌های بی‌خطری را قطعاً رعایت کنید. تاکید شده است در مراجعتنامه کمیته اتوی فوق‌العاده به ساکنان و میهمانان تاجیکستان.